بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان. اگر یک روزی احساس بکنید که زندگی مشترکتون بدون هیچ دلیل مشخصی در حال از هم پاشیدنه، چه کار میکنید؟ عجله نکنید، چون اولین تصمیم ممکنه مهمترین تصمیم زندگیتون باشه. با ما همراه باشید. علائم و نشانه های مهم سحر جدایی رو در ویدیوی قبل خدمت شما عرض کردم. ویدیو رو کامل ببینید. در این ویدیو چند تا راهکار میدم. اول یه سری چیزهایی هستش که پیشگیری هستش، بعد میریم سراغ درمان. یکی از مهمترین راههای پیشگیری این مسئله اینه که چند تا کار رو نباید انجام بده. اولین کار اینه که نباید موسیقی گوش بده. اهل موسیقی و اهل طرب و اهل مجالس آنچنانی بودن خودش میتونه یکی از راههای جذب سحر جدایی باشه و اگر فرد بخواد درمان بشه حتما این بگذاره کنار، باید مراقبت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه موسیقی محل تجمع جنیان و شیاطین است. هر جا موسیقی نواخته بشه از سرتاسر عالم اونجا جنیان و شیاطین حضور پیدا میکنن و کسی که میخواد سحر جدایی رو از بین ببره فرشتگان هستن. فرشتگان و جنیان و شیاطین یک جا نمیتونن جمع بشن. جایی که انسان حضور داره یا میخواد درمان انجام بده یا مشکلی رو میخواد حل بکنه، یا باید فرشتگان حضور داشته باشن یا جنیان و شیاطین. اگر موسیقی نواخته بشه و مجالس لهو و لعب برگزار بشه در اون مکانی که اون فرد که سحر شده بخوایم درمانش بکنیم، اونجا جنیان و شیاطین حضور پیدا میکنن، دیگه فرشتگان حضور نمیتونن پیدا بکنن که بخوان سحر جدایی رو از بین ببرن. این نکته اول در بحث پریزاد. نکته دوم، مثلا آقا دچار سحر جدایی شده، نباید از چیزهایی که اسلام نهی کرده استفاده بکنه. مثلا انگشتر طلا برای مردها حرام هستش استفاده کردنش. این فرد اگر بخواد درمان بشه این پرهیز رو باید جدی بگیره. نکته سوم، مثلا مجسمه های حیواناتی که مثل سگ و گربه، اینها نباید در مکانی که فردی که سحر تفریق شده یا سحر جدایی شده وجود داشته باشه. مثلا مجسمه های از گربه هست، در اون مکان نباید وجود داشته باشه، باید از اون مکان خارج بکنن تا بتونن درمان اتفاق بیفته. علت این مسئله هم مثل مسئله قبلی هست. جایی که مجسمه سگ و گربه وجود داشته باشه فرشتگان نمیتونن حاضر بشن و این امر میتونه مانعی برای درمان سحر جدایی باشه. افرادی که دچار سحر جدایی شدن چند تا از این مواردی که میگم رو نباید انجام بدن. یک، اینه که ناخنی که لاک زده شده باشه نمیتونه درمان بشه. فردی که میخواد درمان بشه نباید لاک ناخن داشته باشه. دوم، کاشت ناخنه. کاشت ناخن یکی از موانع درمان سحر جدایی است. یا موجه کاشته یا امثال ذالک که میبینیم معمولا اتفاق میفته، اینها موانعی هستش برای درمان سحر جدایی. اینها مواردی بود که در پرهیزات قبل از درمان سحر جدایی به ما میتونه کمک بده و برای درمان این موانع رو باید رعایت بکنیم. اگر رعایت نشه فرد نمیتونه درمان کامل براش انجام بشه یا اصلا کلا انجام نشه. حالا میریم سراغ درمان اصلی سحر جدایی. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که فردی که میخواد سحر جداییش درمان بشه سعی بکنه در طول روز دائم الوضو باشه. یعنی سعی بکنه همیشه وضو داشته باشه. اگر وضوش باطل شد دوباره وضو بگیره و همینجور این دائم الوضو بودنش باعث میشه که حضور فرشتگان در زندگی این فرد بیشتر بشه. وقتی فرشتگان حضور پیدا بکنن در زندگی یک فرد راحت تر میتونه درمان بشه. این خیلی نکته کلیدی است. ممکنه من 10 تا درمان دیگه هم بگم، ولی این نکاتی که دارم اینجا عرض میکنم واقعا نکات کلیدی هستش که حتی بعد از درمان هم به درد اون فرد میخوره. پس اولین مورد اینه که فرد باید دائم الوضو باشه. دومین مطلب، ما میخوایم بیایم سراغ مباحث قرآنی و دینی. هر اندازه که ما بتونیم درمانهای خودمون رو متصل بکنیم به منابع دینی، به قرآن، به اهل بیت و درمانهای ساده و بسیار مجربی که وجود داره، راحت تر درمان میشیم. آیت الکرسی قوانین و اصول و ضوابط خاص خودش رو داره. اینکه شمرده نمیخونیم و پشت سر هم تون میخونیم تمام میشه میره و بعد تاثیر نمیبینیم، تاثیر خودمونه.
در آیت الکرسی قواعد و اصولی است که میخوام در این کلیپ خدمت شما کامل توضیح بدم. این خیلی نکته مهمیه. اولا که در خوندن آیت الکرسی بسم الله وجود نداره، چون آیت الکرسی خودش یک آیه جدا است. بسم الله یه آیه جداست. پس وقتی میخوایم آیت الکرسی رو بخونیم اولش بسم الله نداریم. دوم اینه که آیت الکرسی یک آیه است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیرش میفرماید که آیت الکرسی یک آیه است. آیه 255 سوره مبارکه بقره که از الله لا اله الا هو الحی القیوم شروع میشه تا و هو العلی العظیم، که این آیه 10 وقف داره. این 10 وقف رو کامل باید شما انجام بدید. بسیار بسیار مهمه. خب پس اول بسم الله نداره، دوم باید این 10 وقف رو رعایت بکنید. سومین نکته در آیت الکرسی هستش که شما باید شمرده بخونید. این آیه رو شمرده باید تلاوت کنید. خب حالا میخوایم تلاوت بکنیم این آیه رو. هر قسمتی رو که میخوایم بخونیم اول از انگشت کوچک دست راست شروع میکنیم، بعد بخش اول رو میخونم، وقف اول رو میخونم، بعد اینو میبندم. وقف دومی که میخوام بخونم انگشت وسطا، انگشت وسطی، انگشت بزرگ، اینو میبندم. بعدش انگشت شست، دوباره برمیگردم انگشت حلقه و بعد انگشت مسبحه یا همون انگشت اشاره، این رو میبندم. خب من این قسمت رو میخونم، خوب دقت بکنید چجوری این رو انجام میدم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. این تمام شد. حالا انگشت دست چپ هم همینجور. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تا اینجا ما 5 وقف دست چپ رو هم گفتیم. پس 5 تا دست راست، 5 تا دست چپ. این انجام شد. این مرحله اول خوندن آیت الکرسی هستش. حالا مرحله دومش چیه؟ این قسمت خیلی مهمه. خب الان این انگشتا اینجوری بسته شده رو هم دیگه، درسته؟ اینجوری بسته شده. الان میخوایم تک تک اینها رو باز بکنیم. تک تک اینها رو باز که میکنیم اینجا 2 تا روش وجود داره. یک، ما میتونیم این رو کامل با هم باز بکنیم، دعا کنیم برای رفع سحر جدایی و آیاتی از قرآن رو میتونیم اینجا بخونیم و برای سلامتی خودمون دعا کنیم. این یک بخشه. یک روش دیگری هست که بعضی از علما این رو تجویز کردن. چه کار کنیم؟ مثلا الان این انگشتا بسته شده، خب به ترتیب من میبندم، بعد میخوایم باز کنیم از اون جایی که بستیم، یعنی اول انگشت مسبحه، انگشت سبابه. این عبارت غلطیه، نباید بگیم سبابه بلکه انگشت اشاره یا انگشت مسبحه بهش میگن. خب این انگشت مسبحه باز شد. همین که باز کردیم یک بار سوره مبارکه انشراح رو میخونیم. الم نشرح لک صدرک. این سوره رو حفظ کنیم و این رو بخونیم تک تک به همون ترتیبی که بستیم. یک بار انگشت ها رو برمیگردونیم، باز میکنیم. با هر بار باز کردن یک بار سوره مبارکه انشراح رو میخونیم از اول تا آخر. بعد دوباره انگشت حلقه باز میکنیم، سوره انشراح رو میخونیم. بعد انگشت شست این رو باز میکنیم، سوره انشراح میخونیم. همجور به ترتیب تا میرسه به انگشت مسبحه دست راست. یعنی یک بار از دست راست شروع میکنیم به انگشت اشاره دست چپ میرسیم تو خوندن. بعد باز کردنش هم دوباره به همون صورت برمیگرده به حالت عکسش. خب هر بارم که باز میکنیم انگشت رو یک بار سوره مبارکه انشراح رو تلاوت میکنیم. این یک نوع درمان بسیار قوی برای سحر جدایی است از باب قرآن درمانی. باز در آیات قرآن روش دوم، اگه این کار رو انجام دادیم
خوبه کنارش میتونیم این کار رو هم انجام بدیم که میخوام بگم. سوره مبارکه اعراف آیات 54 تا 56 این سوره رو مداومت داشته باشیم در طول روز و باید هم از روز شروع درمان خودمون این آیات رو تلاوت کنیم. خب نکته‌ای گفتم خیلی های اهمیته. روز شروع درمان یعنی چی؟ هر فردی یکی از روزهای هفته میتواند به عنوان روز شروع درمانش قرار بگیره. اینو چجور متوجه بشیم؟ بر اساس مزاج اختری فرد یکی از بروج فلکیه برای هر فردی وجود داره که هر برجی متناسب با اون یک روز هست. مثلا برج حمل روز سه‌شنبه است، کسایی که برجشون مثلا جوزا هست روز چهارشنبه باید این درمان رو شروع بکنم، که البته در مورد بحث مزاج اختری یک بحث مجزایی رو انشاءالله صحبت خواهیم کرد که این مزاج اختری چی هست، اسم فرد با اسم مادر، بروج 12 گانه، اینا یک بحثی هستش که انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا علل حساب برای اینکه بخوایم این درمان رو انجام بدیم و بخوایم روزش رو مشخص بکنیم، حتما در کامنت ها اسمتون واسه مادر که اسمی که صدا زده میشه برام بفرستید، من روز شروع درمان رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خب این آیات رو باید بخونیم، آیات سوره مبارکه اعراف رو، آیات 54 تا 56 آیاتی که با اینجوری شروع میشه: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. این آیات آیه 54 است و آیات دعای بعدش هم همراهش باید خونده بشه. این دو راه یکی از مهمترین راههای درمان سحر جدایی است. خب درمانهای دیگری هم وجود داره. من یه راهکار درمانی دیگه هم میگم که این بسیار بسیار حائز اهمیته. در حوزه هرز درمانی، هرزهای معصومین علیهم السلام یک هرزی است که کلیه سحرها من جمله سحر تفریق که سحر جدایی بین زوجین هست رو کامل از بین میبره، آثارش رو از بین میبره. میتونیم برای سحر جدایی ازش استفاده بکنیم. هرز حضرت زهرا سلام الله علیها است که مطابق با برج فلکی فرد باید در ساعت خودش باید کتابت بشه با شرایط کتابت و روزی که باید کتابت بشه و شرایط دیگری که وجود داره نوشته بشه و فرد باید به بازوی راستش باید در روز متناسب با برج فلکیش باید ببنده. اگر میخواید از این هرزها استفاده بکنید و این مشکل رو حل بکنید، حتما برای ما پیام بگذارید. این ویدیو رو برای دیگران هم حتما به اشتراک بذارید. کانال ما رو سابسکرایب بکنید. اگر دوستانی این نسخه رو انجام دادن برای مشکل سحر جداییشون و حالشون بهتر شد و مشکلشون حل شد، حتما به ما پیام بدید و برای ما کامنت بذارید. در اسرع وقت اونها رو پاسخ خواهیم داد. در پناه حق.